خب این کادیلاک رو من دیدم، نظرمو به شدت جلب کرد. Are you ready to go streaking down State Street? Keep your pants on now. چرا شما نوستالژی داریم با این ماشین؟ توی بازی میتام مدنس کادیلاک الدورادو نمیدونم 1990 چند، ولی واقعا دلربا بود واسه من. خیلی زیباست. دقیقا ببینید داشبوردش هم همونی بود که توی بازی بود. خیلی خوشگله. زیبایی در عین سادگی و رنگش هم اگه دقت کنید رنگ پرل هست، یعنی سفید صدفیه. قیمت 8650 یورو. اتوماتیک 225 دست بخار بنزینی دیگه. اسمون درش باز میشه نه متاسفانه. ساندوفشون خیلی زیباست. حالا 8650 تا که نمیارزه، ولی چرا اگه آدم پول داشته باشه خب میخره دیگه. آدم پول میخواد واسه چی؟ اصلا چقدر خوشگل این ماشین. چهارچرخ دیسکو نمیدونم. بعد ماشین بدون ضربه آنچنانی. بدون تصادف. حالا چیزای جزئی مثل گوشه سپرش کمی داره، ولی کلا چیز خوبیه. بیا این قیمتش 7900 یعنی 8000. چرا با آدمی آشغال بخریم؟ هرچند آلمانی ها اینا رو بیشتر میپسندن. Go for the finish! That Cadillac Eldorado is a beautiful thing. That's not a car, baby. That's a ride.